بسم الله الرحمن الرحیم. سرد مزاجی در خانم‌های معضلی در جامعه کنونی ما شده. علت اصلیش مسائل عصبی و افسردگی و ایناست. چرا یه خانم باید از نظر عصبی و عاطفی افسرده بشه که تأثیر بذاره رو مسائل جنسیش؟ چون خانم‌ها همه رقم وابسته به عاطفه هستن، از لحاظ جنسی هم همین جوریه. یه علتش آشنا نبودن آقایون با زندگی و برخورد خانوادگی در این زمان است. خیلی از مردان اشتباه گرفتن زنان امروزی رو با زنان 100 سال پیش. فکر میکنن که همون کاری که پدراشون و پدر بزرگاشون با خانوماشون انجام میدادن اینم همین جوریه. اینجوری نیست برادر من. برو زندگی یاد بگیر، برو ببین چیکار باید بکنی، برو با روانشناسا مشورت کن. یه عاملش آقایون هستن، ولی یه عامل دیگه هم خود خانم ها هستن. این وبگردی ها، این تو فضای مجازی اینور اونور شدن ها، مقایسه کردن ها، مقایسه شوهرش با دیگران، مقایسه وضعیت مالی خودش با دیگران، اینها آسیب عاطفی ایجاد میکنه. همین آسیب های عاطفی باعث آسیب های جنسی هم میشه. اختلافات خانوادگی و خیلی چیزای دیگه، اینها هم مزید بر علت. در طب نوین ما هیچ درمانی برای این قضیه وجود نداره، ولی در طب سنتی ایران چی؟ درمان وجود داره. اگه میخواید تحت درمان ما از این لحاظ قرار بگیرید، کپشن رو بخونید. علی یارتون.